این همون دفعه قابل وای جاسو برو های حاجی من بودم با حاجی حالا ولش کن. شما دیدید من چند تا نایس دادم بعد جان نایف و روحه یارو بریم لوت موت ندارم. این یارو هم اینجا لوته. یا پایین حاجی کیلای منو دارم میدوزدن. جان بده بذار ما رو بزنم. دو تا ناک. برو با همین لوت 10 تا کیل نزنی هم یادم یه شا خورد اسنایپ. باشون بالا رو زدم ناموسن نزد کیلم آه. گیر کردم دوزی دیگه خیلی. داش متین گفتی چند تا بزنم؟ نکن منو لوت نکن. بابا کلم کیری شد. بابا حمید ناموسا به این اوپنه کیری نیاد. ماشین نگاه کن میاد میزنه وسط. کس کیرم بکن پاسه ناموسه مادر جنده را سه تا ناک میکنی یکی با ماشین میاد میزنه رو میرینه تو اعصابه. با من لوت هم خواستم فرید خورد از اون. او استعمارس گیره آمد. نه وان تپ. داداش دیگه چیکار کنم؟ حرکت کردم دستم دیگه خوبی. حاجی اینا متین؟ خیلی حاجی تو اصلا میدیدی یارو کجا کمپیده بود پشمه خودت میدید. متین وای چک چک دوازده بنازم منو ببین که دیگه بدی. انداخت به خدا میگم. دستش اومده دیگه. برو خدا اینا رو ناموسن آدم. بابا چرا هر کی میرسه وان تپم میکنه به خدا. میبینی این یارو پدی آرتی چی حمید خودت هم این دار خارجی هست پدی خارجیه. بیا امو خب کس ننت کس ای پوری آه یکیش کویده وادیدار میشه. الان کشت نه راشین بابا این زنم شارت داغ میکنه. آرتی آرتی؟ چیه؟ آره یارو داره خارجی نه بابا من یه باش افغانی ایرانی کارم. درکا از این بر اومده. به نظرم
برسون من یه چکشو برمیدارم چکش بود میگم داداش من نایفم از ایناست که نایف نمیشه کرد بفهمی منظورم و هرگی نزن بذار من بزنم کیلم زیاد شه آره بذار 50 تا رو چیز کنم آجی. بذار بزنم دیگه بذار بزن بیا فینیش بگیر دست دیگ داداش نه دیگه سمت من آجی همه تون گشنه کلی دار 10 تا زدم من ریدم اون آرتی ها تسبی داری یا هیچی تو برو